من این سری میخوام به استقلال افتخار کنم. به استقلال؟ یه افتخاری هستش که هیچ وقت پرسپولیس نداشته، اونم قهرمانی تو دست 3. کاملیا، استقلال که برنده جام حذفی شد، تراکتور هم که قهرمان لیگ شد، سپاهان هم که سوپر جام رو برد، این وسط تکلیف پرسپولیس چی میشه؟ عزیز دلم، اینایی که گفتی همش برای پرسپولیس خاطر است. ما 10 سال تاپ ایرانیم. عجب. آخه من شنیدم امسال به خاطر اینکه وی آر اومد داخل لیگ پرسپولیس نتونست قهرمانی بگیره. عشقم مگه سریال پایتخته که هر سال تکرار بشه؟ تنوع هم لازمه. یعنی نداره که عزیزم، این جامایی که این 3 تا تیم گرفتن و پرسپولیس همشو تو یه سال گرفت. به نظرم زیاد خودتو درگیر نکن، بریم میکاپو بزن بریم. زیباترین عشق جهان تو هستی، پرسپولیس من. آبرو فوتبال ایران تو هستی، پرسپولیس من. از سمت عاشق. خب میکاپ چطور شد؟ میکاپ هم که عالی شده. راستی افتخار پرسپولیس تو این فصل چی بود؟ من این سری میخوام به استقلال افتخار کنم. به استقلال؟ یه افتخاری هستش که هیچ وقت پرسپولیس نداشته، اونم قهرمانی تو دست 3.